پرچم را از دست یگید تو گرفتی ها؟ یگید شخصی جسور است، خشمگین، بیرحم. با فکر من تو زیب این کارا نداریم امدو. وقتی که در سرت سوراخی را دیدی باید میفهمی که این کاری کی هست. جواب همه نامقوله های کردت رو میدهی. سلاحت رو برار و به طرف من پرتاب. دستویت رو بردار. بردار. آیا تو یک آدمی بی سلاح و بیگناه رو میکشی؟ در ردیف این آمد کلمه بیگناه رو ماندن نمیزیبد پیکس. من یک حرامی رو میکشم. پس آن قانونهایی که دوست میداشتی چی میشود؟ قانونها رو نو کردم. بهترین سعادت برای انسان آن است که به کسی وابسته نباشه، وابسته فرمانها و قانونها نباشه. اما در میان 4 دریا تخته‌بندت کرده‌اند و باز میگویند که دامن تر نکن، هوشیار باش. همین خیل است. گوش کن دوستم، تا این کار بسیاری کرده، در بسیار عملیات‌ها یک جا بوده. حالا باشد راه‌هایمان جدا شده، راه چپ تاریک و عاقبتش بد. حیله و نیرنگ، چاه زیاد، درد و بلا، خون، دهشت، اغوا و دسیسه، همه چیز هست. در اول آسان می نماید، اما بعد سرت را برباد میدهی، دیوانه می شوی. بیا این کارو مرد بر این حل میکنیم. من و تو، هر دویمون به سلاح. ها؟ اگر به خودت باوری داشته باشی. چی گفتی؟ ای اماگ، آخر تو مرا خیلی عصبی کردی. گاز رو زیر کن. اماگ زودتر های کن، آخر ما شتاب داریم. حاضر از اینجا به طرف چپ که گشتیم تستر میرسیم. اینجا بود. نه با فکرم که آیندهش بود. در اینجا باید یک نانوای میشود. خدایا پروردگارا، انا اینجا بوده است. چی با سلاح کشم، چی با دستان خودم، برای من فرقی ندارد. باز بسیارتر عذاب میکشی. کنی بیا سگی نجس خور. اکنون میروید؟ از حد زیادی سادم شرک من. خیر، با تو برای کار. سلامت باشید. ای برادر، چی شد؟ باز چی گفت؟ یک چند حجت برای امضا کردن لازم بود است، فراموش کردیم. خوب شده است، قلمت را ده. یا خدا، فراموش کردم. ایستا حاضر میارم. آخر شما چه کار میکنید؟ من نمیفهمم. ایست حرکت نکن. گوش کن دوستم، دیوانگی نکن. من اشتباه کردم، تو نباید به مثل من شوی. تو حالا آلوده نشده ای. من به تو این را اجازت نمیدهم دوستم. به خدا که نجیب سردار راست میگوید. اگر راه را انتخاب کردنی باشی، حتما پیروی راه او را کن. یکی رفت تو، دست و پایم شکسته شد. حالا اگر یکم بالا به سر تو آید، میانمان میشکند. مگر توی را میخوایی؟ دستم را با خونی حرامی تو آلوده و افلاس میکنم.
حالا که فرصت داشتی باید استفاده میکردی. خطا کردی مندو. کیف و صفای آزادی را براریدید برای آنکه این آزادی تا اندکه دوام میکند. بای بای. به خدا که یک شبی حبسخانه و مثل یک سال طولانی است. این آدم های ما کجا شدند؟ در یک شب فراموش هم کردن مگر؟ ها؟ ای آدم یک طرفی است. ماشین از دست رفت زنده نمیمونیم. این نترس اما که چیز نمیشود. اکای ثابت راننده خوب هستند. اکا شما کی حجت های رانندگی گرفتید؟ تو حال نگرفتم. تو چی کار کرده ایستاده؟ شوخی کردم امک، شوخی. حجت دارم. خدای هفته گذشته گرفتم. آهسته راه آخر. خدای آهسته راه همیشه راه گفتند. آهسته؟ بایدش آهسته میروم. ای نوبکار یک طرفی است. خیر چی داشت؟ یکون کس نامد. با یکون تاکسی میروم. میلش خدا حافظ. انشاءالله که دیگر به اینجا نمیافتی. نه خدا نشان ندهد. خیریت. ایستا برادران هوشیار باشد از کجا این صدای تیر می آید. میگه تو خوب هستی؟ خوب هستم ثابت. این باز چی بلا ها؟ این رو گیر. پیکاس اینجاست؟ از کجا نشان میگیرد پلید؟ انا با اونجا نظر کنید با اون بینو. ها دیدم جایش را. ها انا در آنجاست. اگر مرد داشتی برو از مشخونت پلیدی ناکس برو. این دفعه قرار داده بودم که اکنون آسوده زندگی میکنم. هیچ سرم از بالا خلاص نمیشود ثابت. کی گفتی این گپ رو؟ دیروز در حبسخانه قول داده بودم. اما جان کمی صبر کن حاضر نماش رو تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ این کس که پول رو ندادن. پولی من رو دید بودن دیوانه همون پول رو دهید. برای گپ رو فهمونده نمیشود. تو شرم نمیداری. اما تو در بیرون ما رو انتظار شو. ما پولی تو رو میدهیم. میلش زودتر. پولم رو دهید بعد انتظار خیلی تو میشم. امک از اینجا با بیرون برور. زودتر. او کجاست؟ در یگون جای نیست. نمیدانم اما دلم گواهی میدهد که او در همین جاست.
من یک گردو اطراف رو میدم، تو اینجا رو بین. ممدو دوستم. ممدو با تو چی شد؟ ثابت زود با اینجا بیا، زودتر. ثابت زودتر با اینجا بیا. ثابت پیکاس. ممدو با او چی شد؟ نمیدانم. دوستم زنده است؟ دوستم زنده است اما بهوش شده است. ممدو دوستم با خود بیا، چشمانت را کشو. دوستم چشمانت را کشو. دوستم زخم دار شده است. خیری در کجاست؟ یک ماشین یابد. خیری دوستم مرا میشنوی؟ زود با اینجا بیا. دوستم چشمانت را کشو. گوش کن، اگر حاضر پرونی اکای ثابت و یگی صدایش رو میشنوند، بعد آمده به سر چارمغز میشکنند. میدونی؟ خوب فکر کن. پس نباشد چیکار کنم؟ ها گوش کن، هر کاری که میکنی کردن گیر، لیکن به سرم پرونده مرا بیهوش نکن. فکری خوب. ممدو تو مرا میشنوی؟ احوالش بد است. زود به یگان بیمارخانه بردن لازم. خیری در کجاست؟ خیری ممدو دوستم مرا میشنوی؟ ممدو بیدار شو. نه با خود آمدن نمیتوانم. ایستا یک اسلوبی بابایی را کار بریم. چیکار میکنی؟ یک دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. چی گپ شد؟ برادرم اگر توانی یک بگو. یک. بسیار خوب. خیریه. کبیا. مایلاش بسیار خوب شد. آفرین. مرا ببخش که یک شب پاتی آبدارت زدم. چه حال داری؟ خوبم. پیکاس کجا شد؟ او رو دستگیر کردید؟ ثابت تو با ممدوح باش، من از پی پیکاس میشوم. با فکرم وای در همین جا است. خود را با دستگیر. در اینجا است. ای خدا، با تو چی شد پسرم ها؟ خیری خیز از جان خیز. خیری مرا میفهمی؟ ای نوبکار به سرم زد. چند بار گفتم به سرم نزن. اینجا مثل حمام زنانه شده است، همه بیهوش میشوند. با کدام طرف رفت؟ از کجا دانم؟ این طرف رفت، اون طرف رفت. زود خیز. تا حال پولم را ندادید. 25 لیره شد. کنی پولم را دهید؟ امک جان فقط شما پولم صبر را دهید. کنید. البته پولتون رو میدیم. خواهش میکنم صبر کنید. من هیچ جا نمیروم. نه من به شما گفتم که البته پولم را دادنتون در کار است. دویدن گوسالت ها در کردان، خواهی نخواهی باز وا میخوریم. در اینجا چی حادثه؟ صدای تیر برآمد. کسی تیر پران. با فکرم باید به پلیس خبر دهیم. با کی ها خبر دادیم؟ همینطور. یگان کس رو دیدید؟ نه ندیدم، گریخته رفتند. ممدو در کجایی آخیر؟ کشو تلفنت را. 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی باربد انتظاریم. فریاد دل بهرام غفوری. این منم گرفتارت بر پریچه بگو پرده زیروش بردارم. آمدی خوش آمدی ای جانی من. از مغازه ها پرسان شوید. لبای سردورم
در کجای مندو؟ چند ساعت شد که زنگ میزنم، برای چی جواب نمیدی؟ چی گفتید؟ سردارم، در محبسخانه بودم، با پیشواز یگید اومدم. اینجا کمی نفهمی شد. باز چی شد؟ کسی قصد کشتن یگید رو داشت. پس تو در اونجا چیکار میکنی؟ سردارم، در امنیت گپ زنی نمیشود. احمدخان به اینجا بیایید. یگید رو هم گرفته بیا. این چه جفایی است که از پشت شما میکشم؟ ای خدا، جناب شانداز با هیجان آمدند. در امنیت انتظاری ما است. بیا رفتیم. خدا حافظ. سلامت باش. قرار کار با شما. خوش باشید. گوش کن، این صدیروگیرو یگان چیز رو ندیدی، فهمیدی؟ شخص تیر پراندگی کی بود؟ پیکاس. او کی است؟ آدمی ارکن کندو است امک. او در کجا بوده است؟ اوه دیدی ها؟ او در بالای بام بود. انسان شکار میکند. این اکه هایمون باشند. این گروه ها رو نیست میکنند. انا هم خیلی روزان ها رو ما ارکن کندو میگویم. فهمیدی امک جان؟ فهمیدی؟ ای آشنا، تو ما رو چی خیال کردی؟ تاکسی چی باشیم هم از همش با خبریم. انا امک جان، همه این مشکلات از همینجا سر میشود. دیدی؟ اگر تو همچون یک فردی دولت از این کارها با خبر باشی، پس دلی آنها تق 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 میزند. بعد آنها دکتر به دکتر میگردند. امک جان، تو هم از همه این چیزها با خبر بوده یا؟ خیر رو. خوب امک جان، برای کار. سلامت باش. از روزی که رسانه ها به قوه خودشون باوری کرده ما را پس میزنند، باز نقشه های ما را فهمیده جسارتشان زیاد شده است. اسلوب و قانون هایی که تا به امروز ما کار می بردیم برباد دادنی اند. اگر انجمن بزرگ این را هم به سر ما بار کند، پس عمر ما کم می شود. اگر این حال حاضران رو در بیمارخانه یا در قصر ملت زیارت میکردیم، عقل آنها به عوض کردن این اسلوب و قانون نمیرسید. اگر نیت هم میکردند، ما مانع آنها شده باز 100 سال دیگر کیف و صفا کرده این وطن را مثل خواسته خودمان با دشمنان خارجی افراطیان فتنه انداخته راهبری میکردیم. افسوس که انتخابات را خلق کرد که عاقبت کار این طور شد. جناب خوب هستید؟ دفشو. بیسگار همیشه شما را میپرسد. خوش آمدی. کار یگید تمام شد؟ او را کشته توانستی؟ التماس مامان شوخی نکن، بگو که کشتم او را. چی شد پیکاس؟ چی شد؟ من لایق خدمت کردن شما نشدم. جزایم چیزی که باشد تیارم. گیرید به سرم پرانت، خلاص شوید. اگر کار آمد نکند سری من نجات نمی‌یابد پیکاس. انجمنی بزرگ سری مرا میخواهد، سری تو را نه. همه کارتان رخزنی و فریب. اسلوب دولت شما را حمایه کرد و شما کار میکرده. کمی مشکلی پیدا که شد از دستتان یگان کار نمی آید. مثل کودک هستید. همه شرایط مهیا باشد همه عملیات کرده میتواند. این خیل ما شما را تربیت دادیم. کار و بارتان سفسطه گویی وقتی که کار سر شد یگان نتیجه نیست. تنها باید یک آدم را میکشتی. چند مراتب کوشش کردی و موفق نشدی. چیزی که گوید حق دارید جناب. خودم را حمایه نمی کنم. اما مادامی که من سر خود را میدهم پس چرا سر تو را هم نگیرم؟ همین خیل نه؟
این را من نه، خودت میکنی. تو خودت رو میپرانی. چه؟ مگر شما دیوانه شدید؟ فهمیدم شما دیوانه بودید. مرا هم دیوانه کردن میخواهید؟ نه سردارم. خاموش باش شگید. تو گپ نزن. تو میم دو گپ زن. چی شد سردارم؟ در آنجا چیکار میکردی؟ با پیشوازیگی رفته بودم سردار. خوب نباشد پس این سلاح هم یکی را پیشوازگیری رفته بود. با خدا که همین خیل بود نجیب سردار. این سلاح که بود؟ در آنجا کی بود؟ گپ زن. تو؟ من در آنجا به صفت قربانی بودم سردارم. به من نگاه نکنید. تو؟ من ندیدم نجیب سردار. وقتی که من آمدم این حادثه پیشتر رخ داده بود. تو؟ وای وقتی که سرکمشتر یگید و که ثابت کسی را ندیدند پس دیدن من امکان ناپذیر است سردارم. همین خیلی؟ تو؟ من هم ندیدم سردارم. ندیدی؟ نه سردارم. و تو باور میکنم کالاد را برند که دروغ نمیگویی. و من باشد اصلا. لیکن باور نمیکنم، اما مثل باور کرده رفتار میکنم. اگر دروغ گفتنتان رو اثبات کنم وای بر حالتان. حالا باشد برایید. روید. ممدو تو ایست. چی شد؟ از مردن میترسی؟ کنی زیر کن تپانچه را. اگر ترسی کایمینیک پراند. نه جناب،
این خیلی کارها لازم نیست. حالا وقتی آن رسیده است که خوب فکر کنیم. چی میخواهی؟ کار دارم. تیزترین کار را انجام ده. دوشم گفتم. جناب کاری مهم است فوراً. بیا. چی بوده است این کاری فوری؟ سلاحت را گیر. چه شد جناب؟ از افزایتان معلوم که خبرهای خوب نیبرین. خوب نیست. انجمنی بزرگ خبر روان کرده است. مرا جیغ زدند. جناب التماس نروید. نگران نباشید. تنها نمی روم. شما را هم جیغ زدند. ما را هم؟ خیل. همین خیل. از ما نتیجه میخواهند. از همه امان. اما من بیمار می باشم و بیرون برآمده نمی توانم. تمام دنیا می داند که من بیمار هستم. من نروم می شود. ترسانچک. گویا که خیل بیمار بودنت را نمی دانم. تو هم دوان می روی. تو هم مثل حاضرال بیماری؟ شما روید، من هم دوان می روم. همراه شما جان دادن برای من شرف است. همین خیل؟ پس با دوستانت ودا گوی مینیک. شما هم ودا کنید. برای از آنجا برآمدن معجزه در کار است. حاضر باشد آدم بر این به من فهمون. روز دراز در کجا بودی؟ زنگ زدیم جواب نمیدادی. رانو از تشویش قریب تلخه کف شد. راست میگوید. رانو رو فراموش کردم. باید با او گپ زنم. اول با سوالهای من جواب ده. به اداره پیکاس رفتم. گفتم که شاید تو رو یابم. اما نبودی. تلخه هم کفید که یگان خطایی میکنی. دعا کردم که دست به یگان خطایی نزنی. چی شد مندو؟ برای چی گپ نمیزنی؟ سردارم قریب بود که قاتل میشدم. خودم را نابود میکردم. شما را رانو را هم نابود میکردم. شکر که در بالای سرمان هستید. همه کار را میکردم. همه کار را. در آخر به سرم سخنهای شما آمد. از بری آن کار گذاشتم. یگید مشابیان که نجیب سردار به خود گفتم. سردارم التماس ما را تنها نگذارید. ما را با احوال خودمان تنها نگذارید. تنها نمیگذارم. فقط همین که خودتان را تنها نگذارید. دوست دست دوست را در پریشان حالی میگیرد. برای همین اگر شما روی هم گردانید من شما را دستگیری میکنم. دستگیری.
رانو انتظار خبر توست. با خدای رفته او رو دلبرداری کن. مایلش سردارم. پرس و پاس تو حالا دوام دارد. تا خاتمه کار در اینجا باش. با مدیر گپ زدم. هر چی که از دستش آید برای کمکت میکند. تشکر سردار. خوب هستی سرکمیسر؟ خوب گویم و خوب شویم نیازی. کی به نظرمون برمیگردی؟ که نبینیم انشاءالله با خربی برمیگردم. خوش باش. تا بازدید. شد من را سلامت باش. در کجایی؟ تو برا میکشی آخر. خوب هستی؟ خوبم خوب. تو خوب هستی؟ اکنون که تو رو شنیدم حالم خوب شد. اگر بیکار باشی وامی خوردیم مایلش در کجا؟ در ساحل وامی خوریم. مکانی همه وقت همون. مایلش نیم ساعت پس در اونجا میشوم. مایلش تو بازدید. اکای ممدو بود؟ بله. رفتن میخواهی؟ بله. اپای رانو یک آدم به تو چند بار زنگ زد. کی بود است؟ من نمیدونم. یک شخصی ناشناس بود. گپی مهم داشت. چی میخواست؟ با خدا نمیدونم. تلفنت رو پرسید ندادم. اگر خواهی دیم. هم میگوی که ناشناس بود هم باز تلفنم رو باید دادی. یوسف خودت میدونی. مایلش من میروم. تو در اینجا پروا نکن. مایلش اجازه دهید شما را گفتگو کنم. مرحبت به این طرف. رفتیم. عزیزه که من مرا ترس زیر میکند اما یک ترسی تنها باشد خوب. تو با طالع هستی. من پایم را حس نمیکنم. حالا ما به سوی مرگ قدم میزنیم. به فکرم کارمان تمام. احتمال خوب است. از این بعدش چه میشود؟ خدا میداند زنده ماندنمان را. چه خیلی که فرمان دادید همه امان در اینجا حاضر می باشیم. دانسته گیرید که برای ما چی جزایی که لایق است ما راضییم. مدتی دراز شد که شما را نظارت میکنیم. این را میدونید از شما یک چند کاری مهمی را که خواستیم موفق نشدید. خصوصا سوءقصد علیه سه وزیر بسیار مهم بود. سرداری کردها را کشته نتوانستید. سردار حزب ترکچیان را هم کشته نتوانستید. نقشه های حزب اقتدار را پیشگیری کردن نتوانستید. غیر از یک چند حمله های خرد از دستمان آمده را کردیم. اما کفایه نبود. ما با این گونه ناموفقیت ها آموخته نیستیم. تا به امروز این دولت را ما اداره میکردیم. دولت ما بودیم. تا حال همین خیل میباشد. لیکن با عیبی بعض نابکاران بای میدهیم. در سر این کارها تو بباشه پسگار. تو و گروهی تو ما را بسیار هم ناامید کردی. راست میگوید.
در اینجا گناهگار کلان من میباشم. راضی هم که سرم را دهم. کلانهای ما موفق شدند که به یک دولت بزرگ درآیند. در زمان عبدالحمید بزرگ بسیار هم عذاب کشیدند، اما بعد یک چند نفر و با امکانهای کمی کارهای کلان را انجام داده مخفیانه به دولت در آمده انقلاب تشکیل کرده اسلوب را از خود کردن. شما باشد حتی در اسلوبی که خودمون تشکیل کردیم عادی ترین کار را به ثمر نرساندید. ناموفق شدنتان جمعیت ما را بسیار هم ناامید کرد. دستگیری و همبستگی آدم های ما را ویران کرده، علاوه آنها را عیان و بیان کرده. کی بودن ما را معلوم کردید. در جمعیت ما را به انسان های ناباور تبدیل دادید. با تمثیلچیان سیاست مدار خلق برای مجادله انتخاب کردید. با بهانه برای بالا رفتن نرخ‌های نقلیات، کم بودن معاش نفقه خوران، باز نمیدانم برای کم چه خیلی حقهای کارگران شده، از دیگران مدد خواستن را سر کردیم. خودمان را شیرین نشان داده و فریب کرده محتاج به 3-4 نفر بیچاره شده. بنابراین نه تنها سری تو را بلکه سری همه شما را میخواهم. اما یوسف آمد. بخیر است؟ کجا می روی؟ من خوراک آوردم. ما با عادله می رویم، فوری بوده است. خوب مایلش، من در اینجا می روم. سلامت باشید. تا دیگر. تو بازدید. مرحمت، به شما کی در کار؟ رانا تاپال در اینجاست؟ حاضر بر اومد. من یاریدی هم. به من خانم رانا لازم. یک دقیقه. آدمی تلفنش رو پرسیدگی شمایید؟ بله. خانم رانا را یافتده. بسیار مهم است. باید او را ببینم. میابیم. شما گذشته شنید؟ ایستید. بله جناب. مایلش فهمیدم. بقیهش را من حل میکنم. صبر کنید. حلقه ها را از گردنشان گیرید. وضعیت آنقدر بد می باشد که شما را کشته برای جای شما یک گروه نو آوردن تحملی وقت ما را بیهوده حیف کردن را ندارید. نفران عادی که وکیل گروه انتخاب می شوند با نقشه های خود حکمرانی ما را پیشگیری می کنند. با ضمن این گروه هایی که تا این دم دربر ما بودند و آنها یاری می دهند. از پس شدن آبرویمان دوستانی صادق رسانه ها ما را به آسانی در تلویزیون و روزنامه ها تنقید میکنند. آنها هم فهمیدند که حالا وضعیت به نهایت متشنج بوده. برای قایم کردن سیستم امان از 4 طرف مجادله میکنند.
در این مدت نباید خلق را آیین رفرندوم حق سخن دهیم. برای سخن نکردن خلق نباید وقت خود را صرف کنیم. با این سبب در کادرهای شما یگان تغییرات نمی‌داریم، لیکن این معنای آن را ندارد که عین حال جزایتان سبک شد، اما موقتا. امروز بختتان خندید و ما باز یک امکان دیگر داده شد. برای این روز را فراموش نکردنت یک آگاهی خردکه که میگیری پیسگاه، مثل عملی که به نوح انگشته کرده بودیم. با مینک دهید انگشت جناب دوست داشتهش را او میبرد. Biz Solagil istikloliyati Cumhuri Tojikistan Muborak Doston aziz mu shuma ro dar koki hormat intizor. نمیدونم گبر از کجا سر کنم. با تلفن با تو سخنان قبه زدم. پیش از اون با پدرت هم گفته بودم. التماس مرا ببخش. برای چی این خواه رفتار کردی نمیفهمم میندو. تو کسی نیست که این خواه رفتار کنی. چی شد؟ تو رو از دست اونها خلاص کرده برای این قریب بود که مرا گناهگار میکردند. مرا به غضب آوردن. رانو، آیا این عدالت است؟ آیا این وجدان است؟ باز پدرت به بالای اینها 1001 دروغ دیگر گفت. میدونم تو حق هستی، اما یک بار امیدم رو کندم. فکر کردم که یکون بیعقلی میکنی. شکر خدا که در بالای سرمون نجیب سردار است. اگر او نباشد شاید که نمیدونم. التماس بعد بده که یکون کاری غیر قانونی نمیکنی. اگر ما رو دوست داری وعده بدی. وعده میدهم دیگر کاری غیر قانونی نمیکنم. یوسف در اینجا چیکار میکند؟ نمیدونم. بخیر است یوسف؟ این کس همون شخصی می باشند که رقم تلفن آده رو پرسیده بودند. با تو گفتنی های دارند. در کدام مسئله؟ این رو از خودش پرس. باید تنها گپ زنیم. چه گپی داشته باشه اینجا گپ زن. یک دقیقه میمدو. با ما کمی اجازت میدهی؟ من باید به امنیت روم. نجیب سردار تاکید کرد که در اینجا شو. تو هم احتیاط کن. این آدم اونقدر خوب نمی نماید. گپ زن گوش میکنم. امشب یک ماشین تو را سلاح به راه میبراید. تروریستان چییان در کندیلگرد حمایت ضد سرقانونی نو آغاز کرده همه را زیر خون میکشند. التجا میکنم این کار رو به من ندهید. فرمان را اجرا کن. بور میگویم با تو. جناب انگشتی مرا برند. بهترش سری مرا برید. مینیک با تو چیزی که گفتن آن را اجرا کن زودتر.
نه نمیکنم نمیتونم. برای یک کار انگو جانت را دادم میارزد. خوب فکر کن. التماس منو ببخش جناب. اگر خواهد انگشتتون رو بدوزم حالا زنده است. شاید دوزم خوب شود. نکن همه امان را پس بزنی. آرام شو آرام شو آرام شو. دفتری در پیشت بوده را خوب نظر کن. یک کاری فوری می باشد. آیین پیشگیری سرقانونی نبوده برای ما خیلی هم مهم می باشد. در نزدت نقشه عملیات می باشد. برای شما یک خریطه نو پیشنهاد کرده می شود. برای پیشگیری سرقانونی نو از دستمان هر چیزی که آید می کنیم. این کار برای عاقبت ما بنهایت ضرور و مهم است. همه را خوب فکر کنید. حالا می توانید که روید. من یک شرکت نقلیاتی دارم. ماشین هایی که سلاح را میبرند از شرکت ما اجاره میکنند. برای چی اینها رو با پلیس یا اینکه دادستان خبر نمیدهی؟ برای چی آنها را باور کنم؟ آیا میدانی که من چند سال با این کار سر و کار دارم؟ آنها در همه جای هستند. فهمیدم. خوب میلش با پلیس من خبر میدهم. ما شخصانی باوری داریم. در امنیت، محکمه، رسانه ها در همه جای آدم های آنها وجود دارند. یک محافظ انیق نباشد با پلیس روم میدانی که سرم در بلا میماند. به این هم یک دادستان را از خفای من گذاشتند. مثل شاهین همیشه در بالای سرم پرواز میکند. کدام دادستان؟ سوها گفتنی یک کس است. در ارکن کاندو کار میکند. سوها گفتی؟ انا به این نگرید. عجایب. اکنون مطمئنم این زن در ارکن کاندو کار میکند. از کجا میدانی؟ با ادرار پولی عزیزه بشران خواندند. با یاد بیار لایحه ستاره ها را. با آن ادرار پولی که ستاره دختران خواندند ببین در کجا و در کدام وظیفه ها کار میکنند. نباشد این زن سمیر را دانسته به حجره ما در آورده است برای کشتن ما؟ خیری اخری تو بعضا مرا به حیرت می آورد. اکنون فهمیدید؟ براسته مغزی سر نه و کامپیوتر است. گوش کنید اکا جان، من خودم این زن را میپرانم. دانسته مانید. اول را خوب مردنی بزنم. از موی سرش داشته میگویم که یا از آن من میشوی یا از خاک. تو را دوست میدارم دختر. چی شد خیری؟ خودت رو گم کردی؟ به خدا خطا شد. خیری شین خیری التماس یک دم خاموش باش. نماندید که تا آخر گویم. اول از پیش نظارت میبریم. باکی ها چیکار کردنش را عمیق میکنیم. آن وقت یا از تو یا اینکه از خاک. زودتر از پی این کار شویم. این کار تحقیق عمیق میخواهد. برای چی دادستان سوحت را تهدید میکند؟ من در درون آنها بودم. مرا فریب کردند که خدمت وطن را میکنیم. مثل زمانهای مجادله ملی اثر نو روحیه قوه ملی را برپا میکنیم گفتند. ضد قوه های امپریالیستی برای ترکیه مبارزه میبریم گفتند. جاهل بودم، فریفته شدم. بعداً آیدی خانه های دانشجویان از عملیات سخن کردند و دانشجویان نزدیک شده به خانه های آنها سلاح، کتاب و حجت ها برای عملیات کردن می بردم. بعد رسانه یک گروه قوه ها دانشجویان را سلاح به دست می کنند گفته فتنه انداختند. آیدی آنها یگان حجت و دلیل دارید؟
همه چیز هست. به شما باور کنم؟ ها البته. اگر فهمند که این خبر را من به شما دادم مرا زنده نمیمانند. اگر دروغ گویی چی؟ ماشین همه چیز را نشان میدهد. شناسایم از گفتی. بگو ماشین را یابند. امشب از استانبول به راه میبراید. ماشین کهنه است. رقم ماشین اینجاست. گیرید. حجت ها را از تو چه خیلی میگیریم؟ من میارم. امشب در عمرانیه با میخوریم. در آشانه آخرین بینا. در آنجا میشوم. اپا از کجا میدونی که این آدم راست میگوید و دروغ؟ اگر ما را فریب دهد چی؟ همش رو میفهمیم یوسف. اول با نجیب سردار در باره ماشین خبر میدهیم. و بایرانو اکای نجیب به شما گپی مهم دارم. هایده کدام موضوع؟ یک خبری گرفتم. یک ماشین پر از سلاح امشب از استانبول حرکت میکند. خدایا باز همه جا پر خون میشود. کی گفت؟ از کجا فهمیدی؟ من به امنیت میروم. در اونجا گپ میزنیم اکای نجیب. چه شد نجیب سردار؟ رانو زنگ زد. حادثه عجیب است. به اینجا آمده شده است. با دقت باشید. همش را حساب کردید؟ 900 دانه باید باشد. نه کم و نه زیاد. همش تمام جناب. 20 دانه و 45 قطعه می باشد. باز گفتنی بودم جناب. مبادا صدمه شود یگان کار شود. برای احتیاط این بمب های دستی را جدا جدا گذاشتم لازم. تو چه میگویی؟ چه الهیده؟ برای سربازان بار میبره چی؟ باز برای گسیل کردن به امنیت و پلیس خبر میدادید ها؟ اطاعت جناب. کجا شدی ودت؟ بانک رفته بودم. ماشین امشب به راه میبراید. اگر لازم باشد از پیش قفای آن با ماشین‌های عادی محافظت کنیم. اگر پلیس نگه دارد آنها زده خورد میکنند. خوب شد است جناب. من میبرایم. یگان گپ شد به من خبر دهید. حالا میبینیم. باز گفت که امشب ماشین به راه میبراید. انا این باشد رقم ماشینشان. با من میماند. برای چی پیش تو اومد؟ برای چی به اینجا نه؟ به شما باوری نداشته است. در همه جا آدمان آنها میباشند. حتی در اینجا. مقصدشان چی بوده است؟ نابود کردن تغییرات در سرقانون. اول کردان رو به کوچه خیابان ها میبرورند. چرا ما در این تغییرات سرقانون نیستیم؟ برای چی یک کلمه عاید سند و معارف ما نیست؟ چرا طغل ما رو چشم دیدن نداره؟ بعدا این سلاح ها رو تقسیم کرده همه جا رو زیر خون قرار میدهند. این را به تو آنها گفتن یا اینکه پیشگویی خودت؟ همین و همان آقای دادستان. چندین مراتب این حادثه ها را دیدیم. گفتنی است که این خیلی بازی ها اینقدر بسیار تکرار می شود که از یاد کردیم. همینطور نه؟ عیناً همینطور. به آسانی خلاص شدیم جناب. کار را با نصف انگشت انجام دادیم. بسیار درد میکند جناب. درد جانم مهم نیست مینیک. مهم این سیاهی که در پیشانی امان است. اکنون نابکاری هایمان به ما غلبه کرد. یک ثانیه هم از یادم نمی براید. چخیل شده جناب؟ خوبتر شدم. کار نقلیات چخیل رفت ایستاده است. یگان خطری نیست. مثل خواست انجمنی بزرگ می شود. ماشین شبانه به راه می براید. ای نابکار. چی شد؟ سیویل اسمس روان کرده است. پلیس خبری ماشین را یافته است. چه خیل؟ نمیدانم. پس چی کار میکنی؟
اقلا میدانیم که آنها با خبر شدند. این مهم نیست. حتما ماشین را به راه میبراریم. باید این کار را به سامان رسانیم پیکاس. برای عملیات خونینی که در این کشمکشی ها می شود عاقبتش به عصیان کردان تبدیل می یابد. در عید نوروز دیدیم آسوده ترین نوروزی سالهای آخر بود. با گل و بلبل و حلوا خاتمه یافت. یک فلاکت بود. این نباید این خیر شود. اگر حادثه خونین شود همه نقشه های تغییرات سرقانونی حکومت آذرا را برباد می دهد. جناب، اول اینکه اگر آنها با شعاری شخص شده ایستادن لازم نیست گویان راه را دوام دهند در رفت کار. من خودم کردان را راهبردی میکنم. به خلق میفهمونم که این نقشه ای که حکومت حاضره میکند پر از فریب و نیرنگ میباشد. با آنها میگویم که نیت حکومت این است که وقتی پرقوت شد شما را نیست و نابود میکند. سالهای دراز است که این منطقه را اعتبار نمیدهند. حالا باشد شما را فریب میکنند. حالا به شما توصیه میدم که مثل سردارتان که در امرلی بود صبر و طاقت کنید. در آنجا یک دو پرچم ترکیه را سوزانده یک دو پرچم گروه تروریستان را که گذاشتیم این کار حل میشود. کردان میگویند که در سرقانونی نه به ما یگان حق و حقوقی ندادند. خلق باید تغییرات سرقانون را رد کند و ما با شرافت آنها سرقانونی پیشتر خود را حمایت کنیم. جناب، باید با دقت شویم. این انقلاب یکی از عامل‌های اساسی بوده. نباید یک شهروند عادی رئیس جمهور انتخاب شود. به یاد آرید محض برای رفرندوم سال 2007 با فرمان ما گروه تروریستان صبح روز رفرندوم در ددگیجه عملیات تشریح کرده بودند. برای ما این عملیات با موفقیت انجام یافت. 13 عسکر را قتل کرده 8 تای آن را گریزانده ارتش ترکیه را در تمام دنیا شرمنده کرده و این عملیات برای رفرندوم یک ضربه سخت شد. اما تا آخر موفق نشدیم و ما تا دم آخر یاری نرساندند. در رفرندوم خلق فعالانه اشتراک کرده. متاسفانه تغییرات شد. این دفعه حتما پیش راه تغییرات سرقانون را میگیریم و همه را زیر تهدید قرار میدهیم تا اینکه بار دیگر در انتخابات اشتراک نکنند. انجمن بزرگ گفت که حزب اقتدار از طرف قوه‌های خارجه زیر فشار قرار میگیرد. هدف اولینشان شرطنامه ها بین ارمنستان را برباد دادن است. وقتی که این شرطنامه برباد خورد 23 دولتی که گنسید را قبول کردند شمارهشان به 50 میرسد. اقتدار در دهشت میافتد وقتی که تمام این دولت ها سفیران و کنسولان خود را بر میگردانند. هم مسلکان انجمن بزرگ کار خوبی را انجام دادند. نقشه گنسیده که انجمن بزرگ براه مانده است یک و یک بار فعالیت های اقتدار که در خارج ترقی کرده بود به شرافت او رو به ضعیفی رفت ایستاده است. رابطه های مثبتی که در خارج می شود همچنین در درون دولت چندین مراتب به این خطاها دست میزند. شعار غیر از ترک یگان کسی دیگر دوست ترکان نیست را خوب استفاده برده ذهنیت انسانها را دیگر کردن لازم. بدون مدد دوستان خارجیمان این کار برایمان خیلی هم مشکل می باشد. از این سبب اول اعتبار و شأن و شرف اقتدار را همه طرف پس زده بعدا او را تنها ماندن در کار. برای این کار چیزی که از دست ما میاد کردن لازم. آقای رئیس جمهوری آینده در رسانه‌های شرق برادر مینی کتان خاموش نایستاده است. دانسته گیرید که در روزهای آخر علیه قوه‌های ضد ما بوده مقاله‌های دقت جلب کننده را به چاپ می‌دهیم. بعضی کسان ادعا دارند که انجمن بزرگ و ارکن کندو علاقه تمام شدند. حالا وقت آن رسیده است که یک بار دیگر آنها را نشان دهیم. سرود ما در اینجا تمام نمی شود. نجیب سردار، از خودتان به این کارها مشغول شوید. باید این عملیات مخفی باشد. رسانه ها خبر نیابند. ما تا حال یگان چیزی را نمیدانیم. شاید یگان دام گذاشتن یا مقصدی دیگر دارند. خوب شده است آقای دستان. نجیب سردار من باید روم. یک کاری مهم دارم. مالش رانا برو. سردارم اگر یگان فرمان نداشته باشید من هم میروم. میتوانی روی. خوش مانید.
تبریک میکنم کاری کلان رو انجام دادی. تشکر. انشالله که دلیل هایت باوری بخشند. اینش رو میبینیم. رانو در اینجا چیکار میکنی؟ شخصی که به قهوه خانه آمده بود یک خبری مهم داد. آن رو به نجیب سردار گفتم. چه خیل خبر بوده است؟ مخفی است. از نجیب سردار میفهمی. چه خیل ها؟ من باید روم. با کجا؟ به نزد پدرم. با پدرت؟ با او چیکار داری؟ من هم میایم. با گپی مهم دارم. یگان وقت این سخنهای مخصوص شما تمام نمیشود. ببخش بعد گپ میزنیم. ای خدا نه سخنی مخفیش معلوم است تو نه مخصوصش. توبه. دارو. سلام آقای دادستان. سردارم رانو از چیزی سخن میکرد اما یک خبر گرفته است. مخفی است تو به من نگفت. گویا که شما از من پنهان میکنید. همین خیلی از من دو. حالا در سر وظیفه نیستی. قانونها رو میدونی. پس با من اجازه دهید. با من احتیاجی ندارید. کمی دیگر صبر کن. آقای دوستان آید این کار چی گفتن استید؟ تا حال حادثه های در جزره، لیچه و شیرنکی در ایام نوروز شده بود فراموش نشدند. این حادثه ها اصلا با دست خودی خلق محلی شده بود. یرکنکان دو اکنون دیگر خلق را جمع کردن نمیتواند. دیدید که نوروزی امسال بسیار هم خوب گذشت. معلوم که باز دست به یگان عملیات بزرگ خونی میزنند. آخران بمب هایی که روان کردند و باز روان میکنند اشاره خبر این را میدهد. احتمال این عملیاتشون برای پخش نمودن خبرهای تغییرات در سرقانون بوده. این موضوع را از بین بردن میخواند. علاوه بر این کار میکنند که یگان کس دیگر جسارت فکر کنی تغییرات را نکند. برای فلج کردن انقره عملیات بزرگ نقشه کشیدند. خدا پناه برد. اگر این ماشین به مجلس عالی در آمده ترکت چی میشود؟ نجیب سردار باید از پیش دیده بسیار تر کار کردن در کار. بله. به شما برای عملیات یرکنکان دو تا ماه ایون وقت داده بودم. باوری دارم که تا آن دم مرکزی آنها را یافته عیان میکنید. انشالله آقای دوستان. گفت شما آنها مثل چایلاب انگور میباشند. عین حال یکی از خوشه های کلان آنها را معلوم کردیم. سردار آنها پیساگور گفتنی شخصی بوده است. پیکاس باشد یکی از فعالان این گروه می باشد. تا ماه ایون حجت های و دلیل های ما را که تمام کردیم با خواست خداوند آنها را برای پرس و پاس به نزدمان میاریم. شما نگران نباشید. هرگز نگران نباشید. انا به اینجا امضا گذارید. تا عادتی در را تق تق کردن نداری؟ باید فوراً گپ زنیم پدر. آید با کدام موضوع گپ زدن در کار؟ آید سلاح‌هایی که در خانه دانشجویان میمانند. شما برایید. وقتی که برآمدید لطفاً در را قلف کنید. خوب شده است جناب. چی شده است در خانه دانشجویان؟ من میدونم که شما با چی کارها مشغولید، اما اکنون در دستم حجت و دلیل ها دارم. چیا میگویی رانو؟ دیوانه شده ای؟ کاری که با یگید و ممدوح کردید بس نبود؟ آیا فکر میکنید که کارهای کردهتان به چی آورده میرساند؟ من به خانه دانشجویان چه علاقه دارم دخترم؟ جوابی همش رو میدهید. چه علاقه داشتنتان رو، کی رو چگونه تهدید کردنتان رو همه رو میبینید. با کی ها چیکار کردنتان رو هم برنامه‌ای در روزنامه همش رو میخونید. معلومات هایی که به ما دادند این ماشین ساعت 9 از ویلیکتوزو حرکت میکند. با راه پل دویم برآمده به سمت انقره میرود. ماشین را در کجا باز می‌داریم سردارم؟ اول کمی از دنبالش میرویم. انیق نمیدانیم که در درونش چی میباشد. گفتند که سلاح و بمب میباشد. اگر زد و خورد شود خلق ضرر میبیند. حتی میتوانند که در بین خلق ترک کنند. برای این باید در یگان مکانی تنها منع کردن ما لازم است. چند گروه میشویم؟ دو کس جدا میشویم. از بیلیکدوزو تا محمود پاشا، گاکخان و عثمان پیگیری میکند.
بعد تو پیگیری میکنی تپرک. نیازی با من میشود. نیازی در کجاست؟ آماده ایستاده سردارم. در یگان جای خوب قرار که دادیم ماشین رو من میکنید. همه تیار شوید. هوا که تاریک شد براه میبرایم. سرکمیسر نجیب سردار همه رو جمع کرد. شما چرا در اینجا میباشید؟ من نمی آیم نیازی. راست من فراموش کردم، ببخشید. با جای من هم یک دو تیر پران در این عملیات. خدا نشان ندهد انشالله یگان کاری تیرپرانی نمی شود. با دقت باشید، عقل و هوشم در شماست. پوشیدن لباسهای آهنین رو فراموش نکنید. نگران نباشید سرکمیسر، رفتم. در آخر تشریف آوردید آقای نیازی؟ ببخشید نجیب سردار، یعنی من باید گویم که گذر. از شما دو چیز رو میخواهم. یکم آدم ها را دستگیر کنید. دویم همه به خانه صحت و سلامت برگردد. فهمیدید؟ فهمیدم. مالش شب با میخوریم. از حالا کارتان مبارک باشد. سلامت. تشکر. گپ هایی که از هر طرف میشنوی، آیا تو فکر میکنی که با چه خبرها روزنامه نگاری میکنی؟ فکر میکنید که وطن رو دوست داشته اون رو محافظت میکنید، اما چه خیل؟ با دروغ تهمت ها قوتون رو، مقامتون رو در راه شر استفاده میبرید. این قوه رو به من دولت داده است. من باشم برای دولت کار میکنم. دولت داده است. جان آدمان رو گرفته برای وطن کار میکنید؟ البته به شما باور میکنند که این است وطن دوستیتون. دخترم، تو را فریب میکنند. به هر گفتهشان باور نکن. اینجا برای همین آمدم. همه کار و بارتان عیان شد پدر. شاید اکنون عقلتان به سرتان آید، پشیمان شوید. اینها را از کجا شنیدی؟ از که شنیدنم مهم نیست، مهمشان را پیشگیری کردن لازم. همش دروغ است. پدر، شما حتی به خودتان باور نمیکنید. سر دهید مرا. رانا دخترم، یک دقیقه ایست. اینها دروغ و تهمت می باشند. من پدری تو می باشم. تو خوب می دانی که من چقدر انسانی با ناموس و راست قول هستم. هر کاری که کردم برای بقای دولت کردم. مادامی که این خیلی باشد، پس چرا ترسیدید پدر؟ چرا ترسیدید؟ برای چی نمیگوید که کسی که چی کاری که کند کردن گیرد؟ من پاک و تازه هستم. با تو آشکارا گپ میزنم. بعضا کارها خطا می شوند. دخترم، برای دولت کار میکنم. اکنون وقتی رسیده است که شما و شما بر اینها به همه کرده هایتان جواب میگویید پدر. با شما چی شد جناب؟ خوب هستید؟ خوب هستم. دخترم رو میدونی که تو از پای کارت شو. مایلش جناب. خانه دانشجویان، همراهی که این کار رو کرده بودیم. انا ودادیوچه فهمیدم، حالا به یادم آمد. پیسگار نباید این کار را فهمد. من باید چی کار کنم؟
ای سودا، من تا حال یگان قرار ندادم برای انتخاب کردن. آخر گفته بودی که کنسرواتوریا یا با رقص میروی؟ نمیدونم آیا دادم چی میگفته باشند. اما که نجیب یگان گپ نمیگوید، لیکن کمی سر مصرف است کنسرواتوریا. اینش باز دردی سر است. چقدر خوندن میروی؟ آرامانه در خونش این فهمیدی؟ احمقانه گپ نزن، حاضر با این کفش به سرت میخوری. ای روزی گذشته به مکتب یک چند دختر آمدند، به دانشجویان ادرار پولی میدادند، از خزینه خانم عزیزه بود است. ها، من هم شنیدم، اما چند به من فهموند. در روزنامه ها مقاله های عجیب نوشته است. چی بودنش رو نمیدونم. ای بس کن، خانمی خوب است، عمر خودش رو به دانشجویان بخشیده است. اون خبرها همه‌اش تهمت میباشند. خوش آمدی سودا، چه حال داری؟ خوبم اماکی نجیب. تو حال قرار انتخاب دانشگاه رو نکرده ایم. خوب فکر کنید. هر رشته که انتخاب میکنید کردن گیرید، اما آینده تان رو فکر کرده انتخاب کنید. فریفته نامناسبی دیگران نشوید. خوب قرار دهید، زیرا که این مسلک شما تا آخر عمر با شما می شود. هر چیزی را که میخواهید انتخاب کنید. ما همیشه با شما میباشیم. چیزی که در کار شود میکنیم. اما که نجیب یک چیز رو پرسم. ادرار پولی برای دانشجویان چیست؟ یک چند شرکت هایی هستند که به اونها مراجعت میکنیم. حتی به خارجه هم روان میکنند. به خدا که من دخترم را به خارجه روان نمیکنم. خوندنی باشه در اینجا خونید، در پیش چشمم. حالا استید کار تا به اونجا رسد، بعد اون طرفش رو میبینید. چه هم میگوی دوچه؟ در تنزانیا مکتب زور است. اپا هم در آنجا خونده میخواهد. نوبتی تو هم میآید آقای خردکک. خیر شما درس تیار کردن رو دوام دید. سرتان رو با اینها مانده نکنید. تو باشی اپا هایتان رو تنها مان. رفتیم. مایلش. سرکمیسر چی گفتنی هستی؟ این زن به کجا می رود؟ با فکری من به نزد پیکاس می رود. من یگان فکری دیگر ندارم. خیری بس کن لخیدن را. صورتگیرک تیار شد؟ تیار است. جهاز گوش کنک چی؟ اون هم تیار است اکا. یک رفیق دارم. تکنولوژی رو بسیار دوست می دارد. این رو از او گرفتم. این رو بلندگویک موجگیر می گویند. ارزش این موجگیر چقدر باشد؟ معلوم که خیلی قیمت است. خیری فکری آن را نکنید سرکمیسر. رفیقانم بیگانه نیستند دخیر. میدونید که تا 400 متر قابلیت گوشکنی دارد این اسباب. واه خوب بوده است. چرا که ما این سویله رو نیست نمیکنیم؟ ثابت من طاقت شنیدن وقفق زنها را ندارم. کو ببینیم اگر یکون چیز نیابیم با سرش یک تیر و کار تمام. بسیار خوب. انا این گپی دیگر. اکا میگویم که برای من یگان نام زور یابیم. نام بدواهی ما باشد. دیوی هفت سر، قهرمان تاریکی ها مثل اینها، یا اینکه اژدهای سه کله. چی گفتید اکا؟ گوش کن خیری، من در رویت میگویم. خیر ما با یکی دو کست بسیار خوب هستیم. بله. تو برای خودت یگان کسی دیگر نه. خیری من به تو یک لقب مناسب یافتم. چی بود است اکا؟ خیری کلموش. چخل. اوه نمیشود این خیر. دیلم را شکستید با خدا. خانم کاستوم من دریده است. پگاه او رو ندیدم. میبخشی پگاه میدوزم. من حالا میروم خانم. به خانه آمده لباسهایت رو عوض کرده باز میروی. به خدا این چهل کار است. چکار کنم خانم؟ ما رو راحت نمیمانند. عیب من چیست آخر؟ تو هم حق هستی. اما با فکر من این کاری مرکین کندو رو تمام کرده نمیتوانید. این کار آخر ندارد. بعد اینقدر فعالیت ها خاتمه این کار رو نمیبینیم. کار را سر کردن این نیمی کار است. بسیارش تمام شد. کمی دیگرش مانده. بین. السلام علیکم. ممدو چه حال داری؟ خوبم سردارم. بخیر است میروید؟ کمی کار دارم. با کجا سردارم؟ من همایم. میبخشی خودت میدانی. وقتی که با کارت بازگشتی بعد میروی. سردار از من پنهان میکنید؟ باور کن من خودم هم غمگین شدم. وقتی که به قفایم نظر میکنم و تو را نمیبینم بسیار غمگین میشوم. در بین خلق یک گپ است ممدو. اسب یک بار گریزد سرش را نمیبرند. گفتنی هم که آدم باری خطا میکند. بله، اما متاسفانه نه برای ما.
آنها این فرصت را خوب استفاده میکنند. تشکر سردارم، خوب فهمیدم. خیر مایلر، سلامت باش. اپای هنر، رانو در کجاست؟ من از تو پرسیدنی بودم، تا حال نآمده است. آخ خدایا، در این ساعت در کجا باشد؟ اپا انشالله حاجت به خود محافظت کنی نمیماند. احتیاط شو. شاید من هم با تو روم. تو در اینجا میمونی. او با من گپ زدن میخواهد، نه اینکه با تو. آیا اکای ممدو خبر دارد؟ البته که نه. تو باشی. دهانت رو میبندی. انا ممدو زنگ میزند. اگر حاضر جواب دیم 1000 سوال دیگر میدهد. اپا من خیلی خواطرم. کنی از پسی کارت شو. تو مرا ندیدی نشونیدی، فهمیدی؟ کنی اقتون یک طرفی است. تلفنش رو هم نمیبردارد. شاید مشغول باشد، شاید یگان واخوری دارد. همه سرگردانی کار. آیا رانو آرام میایستد؟ خدا میداند حالا در کجاست. فهمیدم، لیکن آخر او باید یک بار خبر میداد. اپا نه، آرام ایستاده نمیتوانم. من رفته یک ادارهش رو بینم. مایلش. خیلی شد که حلوای کاغذ این را نخورده بودم. من گیر، برای تو هم گرفتم. تشکر، من نمیخواهم. گیر به تو گفتم. چه فهمیدم ها؟ خیری گوش کنک رو به کار درار. شد. سلام. اکا بخیر است؟ یوسف، رانو با چیکار کردن است؟ نمیدونم اکای ممدو، نمیدونم. با آن آدم واخوری دارد؟ با خانه رفتنی بود، باید در خانه باشد. من از خانه آمدم، باز برای چی تلفنش را نمیبردارد؟ بگو در کجا وا میخورند؟ چه خیلی واخوری اکا؟ یوسف گوش کن، مرا دیوانه نکن. در عمرانیه بینای سراشانه. خبر و روزنامه‌نگار دختری سوها آورد. آرانا، یک دردی سری دیگر. بله همین خیل. از کجا فهمیده باشد؟ اینش را نگفت. اساس خبرکش را یافتن لازم.
از درون خودمان نباشد. اکنون چیکار میکنیم؟ چی گپ زده ایستادن خیری؟ خوب نمیشنوم. چی خیلی نمیشنوی؟ دستگاهت کار نمیکنم مگر؟ با من دیره صدا کنده کنده میآید. ای خدا. واه چی شد؟ من قوت یکی این رو فراموش کردم. تو در عمری سر دگون کارا خوب انجام نداده ای خیلی. خیلی خدا گیرد تو کلموشی بی مغزران. سرکمیسر این خیلی نزنید. با اصول ترکی نمیشود. این بسیار اسباب حساس است. خیری زلوکت را گیر شو از نظرم. یگید بیا اقلان عکس برداری کنیم. میلش خوب شده است. ماشینی بارها رسید؟ نه حالا در راه است. یعنی چی خیل؟ همه باری ماشین را عوض کردم. سلاح را به دیگر ماشین بار کردیم. آن ماشین را مانند بارهای یاری بشردوستانه کردم. نجیب را سرگردان کرده. دیگر ماشین باشد به راه میبراید. پس ماشینی که نجیب رو پیگیری میکنه چی بار دارد؟ نه نمیگویم. مزه ارمغان نمیماند. خور خور خور. خودم تنها با اینجا اومدم اما سردارم ماشین به راه برآمد به طرف شما می آید. فهما از مسافه معین پیگیری کنید. برای عملیات از من انتظار خبر شوید. فهما سردارم. می رویم. شاید پلیس ما را نگاه دارد. من به شما اشاره میکنم انتظار شوید. خوب شده است. اما سلاح‌هایش را تیار کند. کجا شد این آدم؟ یگان کس نیست؟ نه تنها آمدم. حجت ها رو آوردی؟ همش در اینجا. با این حجت ها سوها یک عمر از محبس خلاص نمی شود. باز چی رو میدونی؟ او با کی گپ میزند؟ با ویدت عجبا.
انا ببین ماشین در اونجاست. پلیس فریب خورد. ماشین را مثل ماشین یاری بشردوستانه کی کرد. کی میشد؟ البته پیکاس. کنی با پایان فرو. فرو. با پایان فرو زودتر. بیا. بخیر است آقای مامور. چی شد؟ بدنش رو خوب کوبید. کنی بچه ها بیاید ما ماشین را میکوبیم. خاموش. ماشین را نگاه داشتن تا من نپرانم یگان کس نمیپراند. فهمو؟ بر این حجت ها را به دادستان بر. اگرچه این آدم دادستان باشد هم مثل یک لیدری گروهی تروریستان حرکت میکند. انسانهای بیگناه را گناهکار کرده به منفعت خودشان کار میکنند. در درون همه چیز هست. بر بین این آدم در زیر زمین سلاح زیادی گرانیده. به همه نشان دادن است که گویا این کار پلیس هاست. این کارها رو دادستان سوها کرد؟ بله باز هم دوام دارد. در شهر تاکا در 24 خانه علویان سلاح داده آنها را ضد خلق جنگ انداختنی بود و این حجت ها همه در همین بارند. در این خانه دانشجویان را خود سوح و آدم های او باز می دارند. اگر عملیات آنها موفق می شد باز در 16 شهر دیگر این عملیات را تکرار می کردند. ملاهای مسجد را گروهی تروریستی نشان داده و حکومت آنها را علاقه‌دار کرده نشان دادنی هستند. همه این کارها را که کردند باز برای خود را سفید کردن حجت‌های قلبکی تیار کرده و به شاهدانی دروغگوی همه را تخت می‌کنند. خلاصه با آدم‌هایشان یک جا همه را خوب استفاده می‌برند. مقصدشان فتنه و جنجال تشکیل کرده حکومت حاضره را نابود کردنی است. این را گرفته برید. خوب شده است. بدنش را کوبید. کنی رفیقان بیایید ما ماشین را ببینیم. اطاعت سردار. احتیاط شما فریب دادن. احتیاط شما به دام افتادن. فرامه آنها را دست کنید. همین طور یگان کس زنده نماند. بوشه دست کنید. زنده نمانه. سردار توبرک گروه یاری را دعوت کن. با ما یاری در کار. تلفنی سر شد. یاری تو را بکنید. گروه یاری را جر بزنند. زودتر سردارم عجیب سردار. ای بیشرف. ایست پلیس حرکت نکن. باید تنها می آمدی مرا فریب دادی. چرا دروغ گفتی؟ رانو را زد؟ چرا دروغ گفتی؟ سلاحت را پرتاب تو گفتم. салом мухлисони студияи ҳамсадо. чуноне ки шумо огаҳ ҳастед, студияи ҳамсадо тасмим гирифта буд бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз байни 10 нафар ҳунармандони силсилафилми ҳомиён 5 нафарашро ба шаҳри душанбе даъват намояд, ҳамчунин ба тариқи овозии смс ки мухлисон онҳоро интихоб карданд. ва ҳамчунин студияи ҳамсадо эълон карда буд ки он мухлисоне ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидашон смс равона мекунанд, аз байни он мухлисон 10 нафарашон соҳиби мукофот мегарданд. аз ин ҳам бошад мухлисоне ки ба ҷонибдории ҳунармандашон ва ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон смс равона карданд, 8 нафарашон соҳиби роҳхат ва консерт соҳиби чипта гардиданд. ва он 2 нафаре ки бештар ба ҷонибдории ҳунарманди писандидашон смс равона намуданд, имконият пайдо мекунанд ки ҳамроҳи ҳунарманди писандидашон наҳорӣ ё ин ки хӯроки шом бихоранд.
аллакай мухлисон он 5 нафар ҳунарвандро ки ба шаҳри душанбе ташриф мебаранд тариқи смс муайян карданд. ин ҳам бошад таҳти рақами 01 йигит, таҳти рақами 02 ҳалима, таҳти рақами 03 наҷиб сардор, таҳти рақами 04 менду ва таҳти рақами 05 хайре мебошад. мухлисони гиромӣ, байнак анамин ду писарбачаи зебо он мухлиси хушбахтро муайян мекунанд. бояд қайдам буд ки дар дохили анамин зарф рақами телефонҳои он шахсоне аст, он мухлисоне аст ки ба ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон смс равона карданд. рақами интихоб шуда 918 37 41 41. рақами интихоб шуда 988 58 97 45. чуноне ки мо имрӯз дошта будем, мо 8 нафарро бояд аввал интихоб намоем. 917 58 58 42 988 61 88 88 918 43 42 35 907 72 36 45. инак мо 6 мухлисро интихоб кардем, 2 мухлиси дигар марамат. 918 10 10 06. мухлисони гиромӣ ва инак нафари охирин дар шарти аввал аз он 8 нафаре ки чуноки мо имрӯз дошта будем, рақами телефони 91 508 84 58 ва ҳамин 8 нафар соҳиби роҳхат ва консер шуданд, яъне соҳиби чипта. ва инак он 2 нафар мухлисро ки аз ҳама бештар ба ҷонибдории ҳунарманди писандидаашон смс равона карданд ва ҳамчунин имконият пайдо карданд ки ҳамроҳи ҳунарманди писандидаашон наҳорӣ бикунанд, муайян намудем. ин ҳам бошад рақамҳои 907 77 43 77 919 16 38 38 мебошад. ҳамаи он 10 нафар мухлисонро ки дар ин бозӣ ғолиб омаданд табрик медиҳем ва аз 8 нафар мухлисони даври бозии якум хоҳиш менамоем ки ҷиҳати дастраси чипта ба студияи ҳамсадо муроҷиат намоем. ногуфта намонад ки рӯзҳои 7-8 сентябр студияи ҳамсадо беҳтарин шоу барномаро бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони истиқлол баргузор менамояд ва дар ин шоу барнома беҳтарин ҳунармандони эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони силсилафилми ҳомиён иштирок менамоянд. бахшида ба моҳи шарифи рамазон аз 1 то 15 август шумо метавонед чиптаҳоро аз касаи кохи борбад бо нархи 20% арзон дастрас намоед. ҳамсадои дили шумо. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаъномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожаънома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожаънома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаъномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсилафилмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли Юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд, сифати паст дошта, қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед.